سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به یه تمرین دیگه. امروز میخوایم یه سری مجموعه تمرینات رو انجام بدیم که بعد از یک روز کاری یا بعد یه روز خسته کننده که زیاد نشستیم یا زیاد وایسادیم یا تحرکی کلا نداشتیم با همینا رو انجام بدیم. زمان خیلی زیادی ازتون نمیگیره و مثل یک سیکل یوگا نیست و هر کدوم رو هر زمانی که خواستین میتونید انجام بدین. خب اگه آماده هستین به یک صندلی یا یک میز به ارتفاع صندلی نیاز داریم و به کمربند یوگا و بلاک. لزوما نیازی نیست حتما مت داشته باشین، ولی خب اگه داشتین خوبه. اگه آماده هستین با هم شروع میکنیم. خب تمرین اولی که دوست دارم با هم انجام بدیم با استفاده از کمربنده. به جای کمربند میتونید از یه بند محکم یا شال یا روسری استفاده کنید اگه لزوما این کمربند رو در دسترس نداشتین. توی این تمرین میتونید روی حالت 2 زانو بشینید یا به حالت 4 زانوی ساده و دستاتون رو روی کمربند نگه دارید و به اندازه تقریبا 2 برابر عرض شونه باز کنید روی کمربند. حالا ازتون میخوام که با من شروع کنید. نفس بکشید. دم میگیریم. کمربند رو میاریم بالا. میبریم پشتمون. همینجوری که میبریم پشت ازتون میخوام که دقت کنید که آرنجتون خم نشه. اگه آرنجتون داره خم میشه نیاز دارید که فاصله دستاتون رو بیشتر کنید. در غیر این صورت فاصله دستا رو همون 2 برابر عرضشون رو نگه دارید. میاریم پایین، بازدم. دم میگیریم، میاریم بالا، بازدم پایین. دم و بازدم. دم، بازدم. دم، بازدم. دم، بازدم. دم، بازدم عقب. دم، بازدم جلو به آرومی با کنترل. دم، بازدم. دم بالا، بازدم پایین، جلو. دم، بازدم عقب. دم میاریم بالا و بازدم جلو. یه تنفس اینجا. آروم شونه هاتون رو رول کنید به جلو، به عقب. کم گرمشون میکنیم. خیلی خوبه. حالا تمرین بعدیمون روی گردنه. گوش راستتون رو نزدیک شونه چپ کنید و با دست راستتون بالای گوش چپتون رو نگه دارید. و با آرومی سرتون رو به سمت شونه راست هول بدین. میتونید دست چپ رو روی زانو نگه دارید یا به سمت چپ بکشید. فشار روی گردنتون زیاد نباشه. حواستون باشه که یک کشش خوشایند سمت چپ گردن داریم. دم و بازدم. دم و بازدم. دم و بازدم. خیلی خوب. به آرومی دست راست رو رها کنید و چونه رو بیارید به سمت سینه. یه دم و بازدم اینجا و گوش چپ رو ببرید به سمت شونه چپ. با دست چپ بالای گوش راستتون رو بگیرید. هول بدید به سمت شونه چپ. یه کشش خوشایند. دم و بازدم. دست راست رو میتونید روی زانوی راست نگه دارید یا بکشید بالا. نفس میکشیم.
بازدم. با آرومی دست چپ رو رها کنید و چونه رو به سمت سینه بیارین. یه دم و بازدم اینجا. و حالا سرتون رو به سمت عقب ببرید. میتونید چند تا رول توی گردنتون ایجاد کنید. انگار که با نوک سرتون دارید توی هوا دایره میکشید. و جهت مخالف. خیلی خوبه. عالی. خب تمرین بعدی دوباره کمربندمون رو برمی‌داریم و بازم دستا رو اندازه 2 برابر عرض شونه باز میکنیم. میتونه کمتر باشه، میتونه بیشتر باشه. میاریم بالا و ازتون میخوام که اینجا دست چپ رو بالا نگه دارید، دست راست رو بکشید عقب. از کنارم که نشون بدم. در واقع وقتی با دست راست رو داریم میکشیم عقب، کمربند رو به سمت عقب میکشیم، داریم شونه سمت چپمون رو باز میکنیم. نفس. یه نفس دیگه اینجا. خیلی خوبه. دست راست رو برمیگردونیم بالا و این دفعه دست چپ رو میبریم عقب. بازم میگم میتونید فاصله دستاتون رو از هم بیشتر کنید اگه نیاز دارید و همچنان آرنجا خم نشه اینجا. دست چپ رو میکشیم به عقب، کمربند رو به سمت عقب میکشیم و شونه راست رو باز میکنیم. دم و بازدم. دم و بازدم. و دم و بازدم. دست چپ رو میاریم بالا. یه دم اینجا. با بازدم. دوباره دستامون رو میاریم به سمت جلو. و پایین. میاریم بالا دم. به سمت عقب و پایین بازدم. دم بالا. بازدم جلو. دم. بازدم عقب. دم. بازدم. دم. و بازدم. دم. بازدم جلو. یک بار دیگه دم بالا. بازدم عقب. و پایین. دم بالا. بازدم جلو و پایین و کمربند رو رها میکنیم. خیلی خوبه. کمربند رو فعلا میذاریم کنار. دوباره میتونید یکم رول تو شونه‌هاتون ایجاد کنید. خب حالا دست چپ رو بذارید روی زانوی راستتون و دست راست رو ببرید پشت بدن. یه پیچ به سمت راست. به سمت راستتون نگاه کنید یا اگه گردنتون راحته میتونید به پشتتون نگاه کنید. یه پیچ خوب اینجا توی مهره‌های کمر. دم و بازدم. یه دم اینجا و با بازدم آروم مهره به مهره از پایین به بالا برمیگردیم به سمت مرکز. دست راست رو میاریم روی زانوی چپ. دست چپ رو میبریم پشت بدن و به آرومی میپیچیم به سمت چپ. به سمت چپ میتونید نگاه کنید یا به سمت پشت. دم و بازدم. دم و بازدم. دم و بازدم. دم اینجا. بازدم آروم برمیگردیم به مرکز. مهره به مهره. خیلی خوب.
حالا ازتون میخوام بیاید روی زانوها و از صندلی استفاده کنید. خب اول از اینکه صندلیتون رو یه جا فیکس کنید که حرکت نکنه و بعد آرنجاتون رو بذارید روی صندلی. انگشتاتون رو میتونید تو هم گره کنید. با زانوهاتون برید عقب، از صندلی فاصله بگیرید و همینجوری که میرید عقب سینه به سمت مت یا به سمت زمین میاد و میتونید سرتون رو بیارید بین بازوهاتون. خب حالا ازتون میخوام که سعی کنید که شکمتون رو، عضلات کور و مرکزیتون رو منقبض نگه دارید و در واقع کمر رو صاف نگه دارید. یعنی اینجوری گودی به سمت زمین فعلا ایجاد نکنیم. فعلا میخوایم کمر رو صاف نگه داریم. نفس میکشیم. بذارید شونه ها باز شن. دم بازدم. خیلی خوبه. آروم با زانوهاتون قدم بزنید به سمت صندلی. سر و سینه رو بیارید بالا. دوباره میتونید شونه هاتون رول ایجاد کنید. و تمرین بعدی با صندلی. دستاتون رو دو طرف صندلی نگه دارید. دوباره با زانوها برید عقب. و تقریبا حرکت شبیه حرکت تیبل تاپ یا میز هست. خب اینجا ازتون میخوام توی کمرتون یه گودی ایجاد کنید به سمت زمین. به بالا نگاه کنید. حرکت گربه و گاو رو میخوایم توی این حالت انجام بدیم. دم میگیریم. با بازدم کمر رو گرد میکنیم به سمت بالا. چونه رو به سینه نزدیک میکنیم تا جایی که ممکنه. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. دم و بازدم. برمیگردیم توی مرکز. یه دم و بازدم. کمر رو صاف نگه میداریم. این تمرین حتی تمرین خوبیه که اگه به مرور انجام بدید رفتن توی سگ سرپایین و موندن توش براتون راحت تر میشه. چون به مرور شونه هاتون باز میشه اگه به صورت دائم بتونید انجامش بدید. حالا آروم با زانوهاتون قدم میزنید به سمت صندلی. دستا رو رها میکنیم. تو شونه هاتون رول ایجاد کنید. خیلی خوبه. دستاتون رو ببرید پشت کمرتون. اینجا اگر راحت نیستین روی زانوهاتون بشینید میتونید برگردید به همون حالت 4 زانو و دستاتون رو که قلاب کردین بکشید به سمت عقب. فضا داشته باشید و به آرومی پیشونی رو به سمت زمین بیارید. دستاتون رو هم اگه براتون ناراحت کننده است که قلاب کنید میتونید از هم دیگه جدا نگه دارید و به سمت عقب یا بالا بکشید. هر جور که احساس میکنید که راحت تری، در این حال یک کشش خوشایند رو حس میکنید. دم و بازدم. دم و بازدم. دم و بازدم. آروم دستاتون رو اگه بالا بود بیارید پایین. برگردیم بالا. خیلی خوبه. و یک بار دیگه میریم سراغ کمربند.
دوباره کمربند رو برمیداریم. به حالت 4 زانوی ساده میشینیم. میاریم بالا دستامون رو و این بار تقریبا یک کم بیشتر از عرض شونه ها دستا رو روی کمربند قرار میدیم و به سمت راست میبریم. نفس بکشیم. این حرکت هم ساید استرچه، هم در عین حال باعث قوی شدن عضلات مرکزی میشه. بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. برمیگردیم بالا وسط و سمت چپ. دم، بازدم، لگن سمت راست بلند نشه. دم، بازدم، دم، بازدم، بالا. یه بار دیگه به سمت راست. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، بالا. دم، اینجا بازدم به سمت چپ. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، بالا. دم، اینجا و بازدم. کمربند رو بیارید پایین، رها کنید. خیلی خوبه. میدونم که احساسات خوبی الان توی کتفتون هست، توی شونتون هست. خب یک بار دیگه روی صندلی دوباره آرنجامون رو میذاریم روی صندلی. با زانومون قدم میزنیم به سمت عقب. سر رو بین بازوها میاریم. باز این بار میتونید اگه میخواید کمر رو صاف نگه دارید یا اگه میخواید یک کم به سمت زمین گودش کنید. شکم رو به سمت زمین میارید در واقع. دم و بازدم. اجازه بدین شونه ها باز بشن. نفس میکشیم. نفس میکشیم. اجازه میدیم که بدن مقاومتش رو بکشش. آروم آروم رها کنه. دم، بازدم. خیلی خوبه. و به آرومی زانوها رو میاریم به سمت صندلی. دست‌ها رو رها میکنیم. و حالا مشابه همین تمرین رو با بلاک انجام میدیم. خب آجرها رو میذاریم روی زمین. فاصله تقریبا اندازه یه مربع بینشون فاصله باشه و آرنجام رو میذاریم روی آجرها. باز دوباره مثل همون حالتی که رو صندلی بودیم میریم با زانوها عقب. سر رو میاریم بین بازوها. اینجا اگه براتون امکان پذیر هست پیشونی رو میرسونیم به زمین. اگر نه نگه میداریم بالا. نفس میکشیم. خیلی خوبه. آروم با زانوها به سمت آجر میایم. خیلی خوبه. و آجر رو میذاریم کنار. اگه دوست دارید میتونید همین حرکت رو تکرار کنید یا اگه نه میتونید با من بیاید به پاپی پوز. خب از
حالت میز آروم با دستامون قدم میزنیم به سمت جلوی مت. پیشونی رو میذاریم روی زمین یا گزینه بعدی اینه که شونه رو به زمین برسونیم و سینه. هر انتخابی که کردین بمونیم و نفس بکشیم. شونه رو باز میکنیم، سینه رو باز میکنیم. دم و بازدم. یه نفس دیگه اینجا. خیلی خوبه. آروم بلند شین، با دستاتون قدم بزنید به سمت بدنتون، به سمت پاها تو حرکت میز. یک بار دیگه اینجا میتونیم یکم رول توی کمرمون ایجاد کنیم. یه بار دیگه با هم حرکت گربه و گاو رو توی حالت میز انجام میدیم. دم میگیریم، ناف به سمت زمین، صورت بالا، باز دم مثل یک موج کمر رو گرد میکنیم، چونه رو به سینه میرسونیم. دم، باز دم، دم، باز دم، دم و باز دم. برمیگردیم وسط. یه بار دیگه میشینیم روی متمون، روی زمین و با هم دیگه ساید استرچ انجام میدیم یا کشش های کناری بدن رو به حالت 4 زانوی ساده. دست راست رو میبریم سمت راست و به آرومی آرنج بازوی چپ رو میاریم به سمت گوش چپ و کشش به سمت راست. یک کشش خوب سمت چپ بدنتون. دم و بازدم، دم، دم، بازدم، دم و بازدم. برمیگردیم بالا. یه دم اینجا، بازدم سمت مقابل رو انجام میدیم. دست چپ رو میاریم سمت چپ و بازوی راست کنار گوش راست. یک کشش خوب به سمت چپ. دم و بازدم، دم، بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم، دم، بازدم. آروم میایم بالا. یه دم و بازدم اینجا. میتونید توی گردنتون رول ایجاد کنید، توی شونه هاتون رول ایجاد کنید. یه نفس عمیق، چشماتون رو ببندین، دستا رو بذارید روی زانو. حسی که الان توی شونه هاتون هست، توی قفسه سینه تون هست که باز شده رو کامل مشاهده کنید. یه دم و بازدم چشماتون رو باز کنید.
مرسی که تو این تمرین همراه هم بودین. بازم میگم هر جایی که خواستین میتونید از تمرین کم و زیاد کنید اگه خواستین دوباره انجام بدین. و اینکه این تمرین‌ها رو در طول روز هم میتونید هر کدومش رو وقت داشتین وسط هر کاری بودین در حد 5 دقیقه وقت داشتین انجام بدین برای اینکه شونه هاتون باز شه، قفسه سینه‌تون باز شه. به خاطر اینکه توی زندگی الان نشستن خیلی زیاده و معمولا ما توی این حالت هستیم یا حتی پشت گوشی. بنابراین این تمرین‌ها کمک میکنن که صافتر بشینیم، صافتر بایستیم و در واقع پوستچر بدنمون رو بهتر بتونیم حفظ کنیم. مرسی که همراه هم بودین. دوباره میگم و اگه دوست داشتین به اشتراک بذارین و برام کامنت بذارید. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.